أينما كنا أينما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. خوش آمدید به درسی چهارم کتاب مختصر قدوری. امام قدوری رحمت الله علیه می فرماید و فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. از اینجا به بعد فرضهای غسل را بیان میکنه. مسائل وضو، فرضها و سنتها و همچنان مستحباتش ختم شد. میپردازد اینجا به مسائل غسل. میفرماید و فرض الغسل، فرض در غسل، یعنی آنچه که در غسل فرض است از اعضا اندام شسته شود، برابر است که این غسل در اثر جنابت بوده باشه یا این که در اثر حیض یا نفاس، یعنی غسل فرضی بوده باشه بالا انسان. المضمضة والاستنشاق، از جمله فرضها مضمضه است. مضمضه تیر شد، مضمضه گفته میشه گرداندن آب داخلی دهن، حرکت دادن، گفته میشه مضمضه. والاستنشاق و همچنان استنشاق، آب در بینی کش کردن همراه استنثار کی آب از بینی بیرون کردن، گفته میشه استنثار. در مسائل وضو گذشت که مضمضه و استنشاق علامه قدوری از جمله سنت های وضو ذکر کرده بود و اینجا مضمضه و استنشاق از جمله فرائض وضو ذکر کرده. حقیقتا تناقض است، یعنی مسئله یک مسئله است. یعنی مادامی که مضمضه و استنشاق اگر فرض باشه اونجا هم فرض است، اینجا هم فرض است. اگر سنت باشه باز اونجا هم سنت، اینجا هم باید سنت بوده باشه. حقیقتا یعنی یک تناقض است در بیانی حکم یک مسئله در دو جا. یعنی اینجا بنا به کدام دلیل اینجا انسان، یعنی یا علامه قدوری یا اینکه علمای احناف عموما مضمضه و استنشاق فرض میدانن و اونجا سنت میدانن، یعنی دلیل تمیز بر از دو مسئله یا حکم مسئله نیامده. و غسل سائر البدن، و همچنان شستنی تمامی بدن. خب غسل همیشه که انسان باید کاملی بدن بشوه، از سر گرفته تا ناخون پا و هیچ جایی از بدن انسان خشک باقی نمانه. داخل موها، داخل ریش، داخل پنجه ها و زیر قول، همه زیر محتاط بوده باشه که جایی از بدن انسان خشک باقی نماند. و باز می فرماید و سنت الغسل ان یبدأ المغتسل فیغسل یدیه و فرجه. از اینجا به بعد سنت های غسل بیان میکنه. فرض وضو همی سه چیز بیان کرد، متباقی سنت های غسل بیان میکنه. میگه در غسل سنت همیست که ان یبدأ المغتسل، این که شروع کنه غسل کننده، المغتسل غسل کننده، فیغسل یدیه و فرجه، ابتدا دو دست خدا تا بندای دست بشوید. البته تفصیلی مسئله رقمی است که وقتی که یک کسی غسل جنابت میکنه یا غسل حیض و نفاس و غیره، ابتدا دست خدا تا بند دست 3 مرتبه میشوه و بعد از او فرج خدا اگر قضای حاجت داره قضای حاجت خدا میکنه و باز فرج خدا پاک میکنه میشوه.
و در بدنش در اطراف فرج و فرج چیزی از منی اگر باقی مانده باشه در جسدش هر جایی که باشه این را همچنان پاک میکنه. و بعد از اینکه فرج خود پاک کرد باز دستهای خود اگر خاک بوده باشه به خاک مالیده دوباره 3 مرتبه میشوه. اگر خاک نباشه با صابون، شامپو و غیره وسایل دیگری که میسر است برش. و بعد از او باز مانندی وضو که وضو میگیره طهارت میکنه مانند از او طهارت کنه، یعنی چهره خدا بشوه و باز دستهای خدا تا آرنجه و بعد از او در مسح سر 3 طاقه آب به سر خود بریزد و در هر مرتبه دستهای خدا پنجه های خدا داخل موها کنه و خوب بمالد که آب در بیخی موها درست برسه، یعنی جای خشک باقی نمانه. و بعد از او آب به تمامی اندامش میریزه، البته از طرف راست شروع میکنه و چپ تمامی اندامش نه آب میریزه و وقتی که آب تمامی اندامش فرا گرفت و اندام خود مالید درست و هیچ جا خشک باقی نماند، باقی در اخیر یک طرف میشه. ای در صورتی که تشنابای قدیم بوده باشه. آله خب فرق میکنه. تشنابای قدیم اما جایی که غسل میکردن آب بند میخورد، یعنی پایشان داخل آب غسل اما تو غوطه میخورد دیگه، داخل آب غسل بود. با او خاطر باز یک طرف میشدن، باز در اخیر پای خود میشدن. اما تشنابای فعلی مجهز است، سنگای کاشی راست کردگی است، مجرای آبی درست داره، آب اصلا آبی متباقی از غسل در یک جا باقی نمیمانه. با او خاطر یعنی حاجت به این نیست که یک طرف بروه، همون جایی که غسل کرده همون جا در آخر پای خدا بشوه. یا اینکه در ابتدا هم وقتی که غسل میکنه آب سر خود میاندازه بعد از او پای خودم بشویه اشکال نداره. البته به سنت عمل کنه، بهتر که در اخیر باز پای خدا بشوید و به امی غسل خدا تمام میکنه. و بعد از او اگر جام پاک استعمال کرد هم اشکال نداره، لکن بهتر است که جام پاک اگر استعمال نکنه این بهتر است، یعنی حتمی نیست، بهتر است. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم در خانه میمونه رضی الله عنها یکی از ازواج مطهرات است، غسل کردن و می طریقی که ذکر کردم و بعد از او برش جام پاک آوردن یا پارچه را آوردن که بدنشانه خشک کنه. فلم یوریدها در حدیث میاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم نخواست. بعضی ها این لفظ میخوانن فلم یردها، رسول الله صلی الله علیه وسلم این جام پاک رد نکرد، یعنی گرفت، در حالی که بعضی روایات دیگه میاد که فرده، باز اونجا اشکال میاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایرا رد کرد. به او خاطر کلمه فلم یوریدها به از صیغه اراده بخوانیم تا اینکه این لفظ مغایر به لفظی فرده نیاید. و این طریقه مختصری غسلی جنابت یا اینکه غسلی همچنان حیض و نفاس و غیره. میگه ان یبدأ، اینکه شروع کنه المغتسل و غسل کننده فیغسل یدیه، هر دو دست خدا بشوید. این شستنی ابتدا است. و فرجه، و همچنان بعد از او فرج خدا بشوید، یعنی اگر ضرورت به قضای حاجت بود قضای حاجت کنه و بعد از او فرج خدا بشوید. اگر ضرورت به قضای حاجت نبود فرج خدا چیزی آثاری از منی که مانده او را هم پاک کنه بشوید. و یزیل النجاسة ان كانت على بدنه، و دور بکند و یزیل دور کند النجاسة پلیدی را. مراد از پلیدی اینجا عام است، یا پلیدی که منی را
اینا پلید میدانن اگر او بوده باشه. خب مسئله اختلافی است که منی را عده علما طاهر میدانه و عده از علما نجس میدانه. یا اینکه نجاست مراد هر نجاستی که باشه، برابر است که پیشاب باشه یا اینکه از پساب انسان در بدن انسان اگر رسیده باشه، نجاستی دیگری بوده باشه، این از بدنش دور کنه. غالب است که اینجا مرادش منی است. این کانت علی بدنه، اگر نجاست در بدنش بوده باشه، اگر بوده باشه. ثم لکن مسئله منی راجح میشه که منی یعنی نجس نمی باشه و طاهر است. و طاهر به معنای بعضیا یعنی از جهل و نادانیشان میگه وقت طاهر باشه چرا خورده نشوه. یعنی هر طاهر خورده نمیشه. خاک پاک است ولی خورده نمیشه. و همچنان آب بدن انسان عرق پاک است، خورده نمیشه. یعنی مثل هر چیزی پاک خورده نمیشه. طاهر مطلبش است که یعنی اگر در کاله وجود داشته باشه، کاله انسان بی نماز نمیکنه، یعنی مانی نماز نمیشه. این مقصد از طاهر است. این که مقصد طاهر یعنی بعد خورده شود. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، بعد از او که وقتی که خدا پاک کرد بدن خدا، باز وضو میگیره، وضویی که مانند وضویی که در نماز وضو میگیره، یعنی مانند طهارت نماز. الا رجلیه، مگر پای خدا، پای خدا نمیشوه، میگذاره و در اخیر باز پای خدا میشوه. ثم یفیض الماء، و بعد از او میریزاند. یفیض افاض یفیض به معنای ریزاندن. میریزاند ماء، آب را، علی رأسه، بالای سر خود، و سائر جسده ثلاثا، و به تمام جسمش، ثلاثا 3 مرتبه، یعنی تمام آب بدنش 3 مرتبه میریزانه. و اگر به 3 مرتبه پاک شد خلاص. ثم یتنحى، بعد از او یک طرف میشه. یتنحى یعنی یک طرف میشه. عن ذلك المکان، از همون جایی که غسل کرده، همون جای استاد بوده و آب جمع شده، آب غسلش اونجا جمع شده. فیغسل رجلیه، و بعد از او میشوید رجلیه، هر دو پای خدا، اول پای راست بعد از او پای چپ. گفتم ای در امو تشنابای سابق که آب غسل یک جا جمع میشد، مجرا نداشت و این چنین سنگی در بلندی نبود که اونجا ایستاد چه آب به زیر بریزه تا اینکه پاش داخلی آب نباشه. اما اگر مجرای آب بود و آب غسل بالای پاش نبود، اون صورت دیگر همون جایی که ایستاد از اونجا پای خدا میشویه. وليس على المرأة ان تنقض ضفائرها، اینجا یک مسئله دیگر را بیان میکنه. خب گفت که تمام بدن در غسل باید شسته شود. خب در بدن انسان مو هم شامل میشه دیگه، خصوصا زنها. آلی زنها خب بیچاره اینا موهای خودم میبافن و هر وقتی که به غسل جنابت ضرورت شود این موهای خود باز کنن، باز غسل کنن، باز بسته کنن، یک مشقت از تکلیف از بری از اینها. میگه ولیس علی المرأة، و نیست بالای زن، ان تنقض، اینکه ایلا کنه، ضفائرها، اما کاکلک های خدا، یا اینکه اما بافت های موی خدا، فی الغسل، در غسل جنابت. مراد اینجا غسل جنابت یا اینکه غسل حیض و نفاس. اذا بلغ الماء اصول الشعر، وقتی که آب در بیخی از موهاش برسه، یعنی 3 تاقه آب گرفته در سرش، داخلی موها دست خود، پنجه خود تیر میکنه، خب میماله تا اینکه آب در بیخ برسه. و اگر داخلی امو بنده ها، مو کاکلانش، اگر آب جایی که باف خورده موها، اگر داخلی از اونها آب نرفت دیگر اشکال نداره و او بافتی از موشه اله هم نکند. و دیگه برای حدیث میاسری از ام سلمه رضی الله عنها.
والمعانی الموجبة للغسل. از اینجا به بعد بیان میکنه آنچه که غسل واجب میگردانه، اشیا اسبابی که غسل واجب میگردانه. والمعانی الموجبة للغسل، معانی گفتیم گذشت، اسباب گفته میشه، علتها را، اسبابی که واجب، موجبه یعنی واجب گرداننده است، واجب میکنه، واجب کننده است، للغسل بله غسل، یعنی اسبابی واجب کننده غسل، اسبابی که غسل بالای انسان واجب میکنه. این اسباب چی است؟ میگه انزال المنی علی وجه الدفق. انزال المنی ریختن منی، پایین شدن منی، علی وجه الدفق و الشهوتی، به بسیار سرعت و اما تو خیز زدن، و شهوتی و همچنان به شهوت و لذت. شهوت هم لذت خاصی داره. گفته میشه که انسان در اثر جما با همسرش نزدیک شدن احساس میکنه و همچنان در اثر مزاح و شوخی با همسرش، و یا این که چورت و فکری از جما را کرده، در اثر از او اما منی انزال میشه، پایین میشه، اما را گفته میشه شهوت. یعنی منی به تیزی و به قوت وقتی که از بدن بیرون شد و همچنان به شهوت، در این صورت باز ای منی موجب غسل است، یعنی غسل بالای انسان واجب میکنه. برابر است که ای در اثر شوخی بیاید، همین منی در اثر شوخی پایین شود، یا این که در اثر یک جا شدن با فامیل، یا این که در اثر چرت زدن که کسی به جما و این چیزا چرت میزنه، یا این که در اثر خواب، یعنی در خواب احتلام میشه، به اثر از او که است باز همین منی با شدت میآید و شهوت. همه از اینها اسبابی است که غسل بالای انسان واجب میگردانه. من الرجل والمرأتی، همین منی برابر است که از مرد پایین شود یا از زن. البته آب هر کدام مشخص است، مردها از خود آبی غلیظی سفید موتور بوی خاصی داره، زنها به خود کیفیت خاصی داره. و همچنان میفرماید که و در این باره احادیث زیاد میه، احادیثی که احتلام یعنی در خواب انسان وقتی که منی خدا اما تو میبینه که به شدت بیرون شده و لذت خاصی میبره، احتلام میشه. ای از جمله اسبابی است که غسل واجب میگردانه، احادیث عبارت زیاد میه. و همچنان شوخی که با همسرش میکنه، اگر به شدت آمد منی است که غسل واجب میکنه. و همچنان اگر با خانمش نزدیک شد و امو موضوع ختنه شده، چی از مرد است یا چی از زن، بعضی دولت ها زن ها را هم ختنه میکنن، به خصوص از مرد، امو موضوع ختنه شدهش داخل فرج زن شد، باز این هم از اسبابی است که ولو که انزال هم نشوه غسل بالاش لازم میشه، چون در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، یعنی وقتی که دو ختان با هم ملاقات کردن، یک جا شدن، یعنی ختان به ختان دیگر رسید، اما منطقه‌ای که ختنه شده، بریده شده، امو به منطقه‌ای که از زن بریده میشه به اونجا رسید. کنایه عزیز که امو قسمتی از ذکر داخل فرج زن شد، در این وقت باز غسل بالای هر دو واجب میشه ولو که انزالم نشوه. البته این مسئله را پس هم بیان میکنه. والتقاء الختانین من غیر انزال، و همچنان یک جا شدن هر دو ختان، یعنی فرج مرد با فرج زن، من غیر انزال، بدون انزال، اگرچه انزال هم صورت نگیره، یعنی همون منطقه ختنه گفتیم به جایی که از زن ختنه میشه یک جا شد، با هم پیوست شد، رسید، دیگر
غسل واجب میشه و در این باره حدیث زیاد میآید به طرق مختلف. و همچنان از جمله اسباب موجب دیگری برای غسل و الحیض و النفاس، و زنکی که حیض میبینه. حیض همون ماهواری را گفته میشه، ایام خاصی است در هر ماه بالای بعضی زنها و اکثر زنها، بعضی زنها خود هر ماه نمیآید، اکثر زنها بالایشان در ماه 7 روز یا 5 روز یا 10 روز یا بعضی زیادتر و کمتر ماهواری میآید که خون غلیظ بدبوی خاصی از بدنشان بیرون میشه و در اون مدت نماز خوانده نمیتونن و همچنان روزه نمیگیرن و درست نیست که همسرش شوهرش با او نزدیک شود. وقتی که این خون پاک شد، بعد از او بالای از این غسل واجب است. امی خون موجب غسل است، یعنی غسل بالای انسان واجب میگردانه. برابر است که یک روز ادامه پیدا کنه، یک ساعت ادامه پیدا کنه، یک روز یا 10 روز، به هر اندازه که ادامه پیدا میکنه، وقتی که ختم شد باید انسان غسل کنه زنها. و نفاس، و همچنان خون نفاس. خون نفاس همون خونی را گفته میشه که در اثری ولادت میآید، بعد از اینکه خانم تولد بکنه، برابر است که سالم بیاید طفل یا ناقص، هر صورتی که بیاید و خون نفاس گفته میشه. وقتی که خون نفاس آمد، ای غسل بالای خانم واجب بگردانه، باید غسل کنه وقتی که خون قطع شد، ختم شد. و نفاس بالای حیض هم اطلاق بشه، در بعضی روایت ها میآید که اونجا نفاس مراد حیض است و در عموم اطلاقش بالای خونی میشه که از بعد از ولادت میآید. و سن رسول الله صلی الله علیه و سلم الغسل للجمعه. و سن رسول الله صلی الله علیه و سلم الغسل للجمعه. اینجا اسباب موجب غسل بیان کردن. اینجا به یک مسئله دیگری اشاره میکنن، مسئله غسل روز جمعه که ایره واجب میدانن بنا به احادیث زیادی که تصریح شده غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم. ای امام قدوری به کلمه وسنه دفع همون توهم میکنه، یا این که امو اشکالی که در حدیث لفظی واجب آمده امو را حل میکنه که اونجا مراد از واجب تأکید است بالای ما غسل، اما واجبی که یعنی حتمی باید غسل کنی و فرض باشه بالات اینه. چون امو حدیث صحابه کرام و همچنان بر روایت های مختلفی که وقتی که انسان بر میگرده مفهومی هم حدیث تو برداشت میکنه که او غسل واجبی حتمی نیست بلکه بهتر است. قسمی که از ابن عباس رضی الله عنه توضیح شده که مراد یعنی غسل کردن روز جمعه بهتر است، افضل تر است. و همچنان از عایشه رضی الله عنها علتش بیان شده که صحابه کرام کار میکردن، کالاهای پخته‌ای را میپوشیدن در بدنشان و باز داخل مسجد از بدنشان بو می آمد. با او خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن اگر شما غسل کنید و عطر استفاده کنید براتان بهتر است. بس مراد از احادیث یعنی تأکید بالای غسل در روز جمعه است، نه واجب حتمی، بنا به قرائن مختلفی که از دیگر احادیث دانسته میشه و همچنان از فهم صحابه کرام. میگه و سنت گردانده، یعنی سنت قرار داده رسول الله صلی الله علیه و سلم الغسل للجمعه، غسل در روز جمعه به خاطر جمعه، یعنی غسل به خاطر جمعه. بعضیا میگن که غسل اصلا برای جمعه است، یعنی وقتی که به جمعه حرکت میکردی همون وقت باید غسل کنی. قبل از او اگر غسل کرده باشی در اول روز یا اینکه وقت فجر یا قبل فجر یا بعد از فجر، بعد از طلوع فجر، این غسل حساب نمیشه. میگه باید غسل اما غسلی باشه که با او جمعه بخوانی. ولی حقیقتا اگر انسان بعد از طلوع فجر هر وقتی که غسل میکنه اما در غسل جمعه حساب میشه.
و وقتی که به جمعه حرکت میکرد اگر وضو نداشت باز وضو میگیره میره به طرف جمعه. والعیدین، و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم غسل را برای عیدین سنت گرداندن. والاحرامی، و همچنان غسل برای احرام. احرام که وقتی که انسان عمره میکند، نیت عمره را میکنه یا نیت حج میکنه، سنت میز که در میقات رفته غسل میکنه و بعد از او کالای احرام خدا میپوشد. وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. میگه در مذی و ودی دو آب است که از وجود پیش انسان، از ذکر انسان بیرون میشن. میگه در اینها میگه غسل نیست، یعنی اینها موجب غسل نیستن. مذی، المذی اما آبی را گفته میشه که در اثر شوخی با همسر یا شوخی با شوخی های ولای نامشروع با امردی یا با حتی زنی نامحرمی، بر کسی که انسان شوخی میکنه، در اثر شوخی آبی کم کمی که از بدنش با شوق میایه بیرون میشه، یعنی با سرعت نمیایه، کم کم میایه، امیره گفته میشه مذی. و در صحابه کرام علی رضی الله عنه مذا بود، بسیار زیاد مذی از بدنش زیاد می آمد و خودش چون که دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم در عقد نکاحشان بود، خجالت کشید که از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسان کنه، صحابی دیگر روان کرد که پرسان کنه. باز رسول الله صلی الله علیه وسلم راهنمایی کردن که در مذی وضو است، یعنی انسان بدنش میشوه و فرجش میشوه و جایی که اصابت کرده او را هم در کالا درست است که بشوید و درست است که بالاش نضح کنه، آب پاش بدهد. والودی، ودی گفته میشه آبی که بسیار ضعیف و باریک از بدن انسان بیرون میشه. غالبا این در اثر ضعف و سستی انسان است. وقتی که بسیار ضعیف شوه، سست شوه، از بدنش بعد از اینکه پیشاب میکنه یا گاهی امتو یک آبی باریک مانند تارواری از وجودش بیرون میشه، اما گفته میشه ودی. سه چیز است، یکی منی موجب غسل است، مذی و ودی موجب وضو است، نه موجب غسل. وليس في المذي والودي غسل، در مذی و ودی غسل نیست، یعنی بالا انسان غسل واجب نمیشه. و فیهما الوضوء، و درمی هر دو یزمی مذی ودی وضو است، یعنی موجب وضو است، چون هر چی که از سبیلین بیرون شود وضو انسان نقص میکند. پس وقتی که مذی و ودی از وجود بیرون شد باید انسان حتمی وضو بگیرد. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد والحمد لله رب العالمین.